هر یک فرد که به دنیا می بیاید نو وابسته به معیوبیت و بی‌معیوبیت حقوق زندگی دارد. My first statement is to be independent in life and to support other people with disability and also without a disability. من در زندگی 3 آرزو داشتم. 2 آرزوی اون علاقه اجرا شده، یعنی یکم آرزو اون بود که معلومات عالی گیرم. دوم آرزو اون بود که در کون تشکیلات بین الخلقی کار کنم. علاقه در دوم تشکیلات کار میکنم. در اینجا وظیفه ما اون است که کلوبی اینکلوزیوی برپا کنیم. هم شخصان بی‌معیوبیت و با معیوبیت باید یک جای کار کنند تا که در جامعه موقع خود را یابند. و آرزو داشتم کامپیوتر حساب کردن. هر یک شخص باید به طاقت باشد. تیار هستم مشکلی رو از پیش کردن، لیکن با بخشتن میرسم. هر یکی ما توانا